که پروردگار در سوره بقره برای تمام بندگان خود اعلان میکند: ان الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. پروردگار میگوید آن کسانی که ایمان آوردند، آن کسانی که با وجود پروردگار ایمان آوردند و با این قناعت نکردند، در برابر این ایمان آوردگی 5 وقت نماز ادا کردند و از مال داشتهشان زکات دادند، پروردگار به اینها چی بشارت میدهد؟ لهم اجرهم عند ربهم. برای این گونه مؤمن هایی که 5 وقت نماز دارند و از مالشان زکات میدهند، یقین دارند که در نزد من برای اونها پاداش وجود دارد. برای این گونه جمعیت در نزد من اجر ذخیره شده ایستاده است. نفرانی که به خوابی میکشند کم تر گبده عصبانی میشوند، نروی چیت میکنند و همچنین نفرانی که در دیپرسی هستند، فراموش خاطرند، دیروزه کار شد یادشون نیست، شرکت شفافرما راه همین مشکلی ها رو به شما پیشنهاد میکند. گیاهی که در دست من میبینید نروی نام دارد، برازی خداوند همین مشکلی ها رو تبابت میکند. نفرانی که در 10 روز اخیر همین نروی رو از شرکت شفافرما فرمایش میدهند، 10% به ویا تخفیف کرده میشود. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمعیتی که 5 وقت نماز میخواند، این جمعیتی که از مال خود زکات میدهد، اینها هرگیز یگان ترس و هیبت در دلشان جایگیر نکنند و اینها غمگین نباشند که آخرت اینها آباد است. کسانی که در دنیا ایمان بر خدا میارند، 5 وقت نماز ادا میکنند، از مالی که الله برای اونها داده است زکات میدهند، الله میگوید اینها در نزد من پاداش دارند، اجر دارند. این بنده های هستند که دیگر نترسند و غمگین نباشند که چی قبر اینها چی قیامت اینها آباد است. خوش به حال همون مؤمن هایی که 5 وقت نماز در وقتش ادا میکنند. خوش به حال همون مسلمان ها و مؤمن هایی که از مال دادگی پروردگار زکات جدا میکنند. خوش به حالشون که الله برای اینها الک بشارت داد که هیچ پروایی نکنند، نترسند، غمگین نباشند، که اینها بندگان صالح هستند. اینا بندگانی هستند که الله بالای این طایفه روز قیامت رحم دارد و رحمت دارد. یکی از صحابه های گرامی پیغمبر خدا این حضرت معاذ بود، معاذ ابن جبل. حضرت در کتاب های حدیث حکایه میکنند که انصاری بود، از اهل مدینه بود، در سین 18 سالگی اسلام قبول کرده است. بسیار در نبردها، بسیار در جهادها در پهلوی حبیب خدا ایستاده، دفاع از اسلام و دفاع از حبیب خدا کردند. صاحب کتاب میگوید بسیار صاحب جمال بودند، بسیار جوانی زیبا بودند، بازم این زیباییش بسیار با حیا بودند و حلم نرمی داشتند و بسیار مردی سخی بودند. یکی از عالم های بودند، میگوید صاحب کتاب که در دوره های رسول اکرم عالم حلال حرامش میگفتند، حلال از حرام جدا میکرده است. بسیار یک عالم شناخته شده در بین امت های رسول اکرم بودند. خدا رحمت و مغفرتش کند، در سین 34 سالگی جان به حق تسلیم کردند. همین معاذ ابن جبل وقتی رسول اکرم فتح مکه کردند،
مسلمان ها همه نصرت، همه ظفر، همه قوه و توانایی در دست مسلمان ها که افتید، حبیب خدا معاذ دعوت کرد نزد من بیا. گفت ابن عباس روایت میکند، حدیث متفق علیه است، بعث معاذا رضی الله عنه الى الیمن. حبیب خدا گفت یمن دولتی بود که حبیب خدا معاذ دعوت کرد و گفت می روید در یمن میری شهر می شوی، قاضی شهر یمن تو هستی. فرمانش حبیب خدا خواند. لیکن برای معاذ حبیب خدا چی گفت؟ تو وقتی یمن می روی همچون میری شهر، همچون قاضی، همچون پیشوای این دولت، برای او چی داد؟ حبیب خدا چی سپارش داد؟ فقال له ادعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. یکم گفت یمن، مردم یمن را جمع میکنی ای معاذ، برای اونها میگویی اشهد ان لا اله الا الله، ادعوهم الى شهادتی، اونها را بخوان این که خدا یک و یگانه هست و محمد فرستاده او و بنده اوست. با این کلمه اونها را دعوت کن. زیرا در دوره های بعد فتح مکه هم همون گوییم دوره های جاهلیت و پسماندگی که عبادت بتها بود در همون دولت ها هم وجود داشتند. از این خاطر حبیب خدا که آمد برای مبارزه ضد بت پرستی، ضد بدعت و خرافات و شرکیات، اولین وظیفه که به معاذ داد چی بود؟ مردم دعوت کن که لا اله بجز الله دیگر هیچ خدای نیست. این بت‌هایی که شما پرستش میکنین، این بت‌هایی که شما از اون مدد طلب میکنین، اینها همه خدا نیستن. از اینها هیچ مدد و کمک شما طلب نکنین که الله شما را مغفرت گناه نمیکند. چگونه که امروز بعضی از همون آثار و بعضی از همون گوییم که عملهای دوره‌های جاهلیت در مردم ما و شما وجود دارد. امروز بچه های ما و شما همراه عروساشون که فتپوشی بود نشد، فتپوشی را بود نکردن، اینش خطیبا کفایت نکردن، گرفته پیش بوتها میاریم، در پیش بوتها اونا را تصویر میگیریم، پیش اونا را صورتگیری میکنیم، پیش اونها دبا یگان ملای بیچاره دیگر را برای 4 سوم شیده میبریم، در همونجا باز در کامرا تماشا میکنیم. در حق همون شه و عروس در پیش یک بود دعا کرده ایستاده است. یعنی که از این کفایت نکردیم میبریم پیش حضرت امیر سید علی حمدانی، در حالتی که اون دختر ما قرار دارد غضب پروردگار بالای اون اولاد است. کجا میبری ویا؟ این همون آثار دوره های جاهلیت در مردم ما و شما وجود دارد. برادرای خیلی عزیز و گرامی، من میدانم که بعضی از شما را از این مسئله ها نمیفارد، بعضی از این مسئله ها شما ناراحت میشوید. حتی بعضی حاجی هم را گفتم برادر عزیز در اطراف همین مسئله ها صحبت نکن، به خدا قسم نمیشود صحبت نکردن، نمیشود. ما مسئولیت داریم، مسئولیت. امروز همین امام خطیبی که من دارم بعد جمعه 3-4 تشکیلی منتظر من است، 3-4 خانه دا آماده کردگی با تمام شرایط که حاجی میرزا می آید. لیکن من عزت از روی اسلام یافتم، عزت از روی دین یافتم. وقتی که من عزت از اسلام یافته باشم و پشتیبانی از این دین نکنم، به خدا قسم از من دا به انصاف وجود ندارد دیگر، به انصاف وجود ندارد. اگرچه شما را دردم کی کند، اگرچه شما را قهرم کی کند، سخن خدا را وظیفه من این است که به سمع شما باید رسانم. حضرت لقمان خدا رحمت و مغفرت کند، سوره لقمان داریم، شما نظر کنین. امروز خدا رحمت و مغفرت کند، عمر درازی از رئیس جمهور کتاب قرآن با کریلیکی تفسیر کردند. تفسیر اینا در دولت‌های گویم ایران به چاپ رسانیدن تا که مردم ما از همین قرآن برخوردار شوند. شما شاهد کنید سوره لقمان،
بیاین با آیت های والله اعلم یا 12 آیت است یا 13 آیت. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفتند؟ پدرای عزیز، این مسئله هست که همه ما و شما باید فرزندامون با این جمله‌ای که حضرت لقمان دعوت کردن باید دعوت کنیم. این معنای او را ندارد که تو آمدی جمعه خواندی با همین مسئولیت ایمانی و اسلامی از تو ساقط شد. نه، به این وظیفه تو تمام نشده است. حضرت لقمان چی گفتن؟ یا بنی و اذ قال لقمان لابنه وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. این سوره لقمان است. حضرت میگوید آمد حضرت لقمان که بچهش موعظه داشت و هو یعیذه، موعظه میکرد، امر معروف داشت. حضرت چی گفتن؟ حضرت گفتن که یا بنی، فرزند من، لا تشرک بالله، با خدا شریک نیار، این الشرک لظلم عظیم، یقین دان که شرک بسیار جرمی وزنین است، بسیار گناهی وزنین است، گناهی است که الله این شرک نمی بخشد. این حضرت لقمان برای فرزندش گفت. برای چی ما نگوییم؟ برای چی امروز مردم ما از شرکیات و از خرافات و از بدعت و از دیگر عملهای جاهلانه خبر ندیم؟ پس وظیفه ما چیست؟ از این خاطر این فقط وظیفه من نیست. وقتی شما شنیدین باید این در عمل اجرا کنید. این سخن من نیست، این سخن خدا و پیغمبر خداست، این سخن اسلام و قرآن است. باید شما این در فرزنداتون رفته رسانید. بسیار گناهی و مشکل گناه است. وقتی شما می روین با این گویم در حالتایی که من خیلی جوانا را سرزنشم کرده بودم که حیفی همون جوانی که تو صاحب عروس، صاحب زندگی، صاحب بهترین متاع دنیایی، تو حبیب خدا گفتن الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة صالحه. دنیا به منزله متاع است، متاع، این متاع است، لیکن بهترین متاع حبیب خدا گفتن این زن است، زن صالحه است. تو بهترین متاع را از خود کردی، لیکن برای چی او را تو عریان کردی؟ و مادر تو عریان نبود کو؟ مامای تو عریان نبود کو؟ حضرت فاطمه عریان نبود؟ حضرت عایشه عریان نبود؟ پس با کی ما پیرو شویم؟ ما الحمدلله نام مسلمانی داریم کو؟ ما در هر جا اگر معرفی کنن ما خودمان الحمدلله مسلمان هستیم. پس چرا ما در این جنایت مشکل جنایت است. وقتی تو جوان او را صاحب فتح میپوشانی، تو را گویم که مزار به مزار و هیکل به هیکل دور میگردانی، از خدا نمیترسی؟ تو از خدا نمیترسی که همون قدر ساعتی که تو دور گشته ایستاده ای تو فقط در لعنت الله گرفتاری، تو در غضب خدا گرفتار هستی؟ رحمت الله در اون ساعت از تو دور است، از تو دور است. حدیث قدسی است که الله میگوید و من لقینی بقراب الارض خطیئه لا یشرک به لقیتها بمثلها مغفرة، رواه مسلم. حدیث قدسی است که پروردگار میگوید اگر بندگان من، اینمی بندگان در همین جا صحبت مرا شنیده ایستاده این، اگر بندگان من با پوری زمین گناه کنند، ببین آنقدر گناه کردی که زمین پوری گناه شد، گناه تو میگوید به آسمان عروج کرد، سونی طرف آسمان برآمد، آسمان هم پر کرد. الله میگوید وقتی با این قدر گناه اگر تو به من روبرو شوی ولا یشرک بی، لیکن در بین این قدر گناهی که کردی اگر شرک نآورده باشی، پروردگار بشارت چه ببین لقیته بمثلها مغفرة، قسم به عظمتیم که با پوری زمین و آسمان به مغفرت استقبالت میکنم، به مغفرت استقبالت میکنم، همه گناه زمین و آسمان تا میبخشم زمانی تو شرک به خدا نآورده باشی. اگر زمین و آسمان پوری گناه باشد، این جمله های هست که چرا این ما به سمع شما نرسانیم؟ چرا به گوش شما این جمله ها را ما نرسانیم؟ تا به کی ما و شما به شرک داده می شویم؟ برای چه حضرت معاذ حبیب خدا اولین سفارشی داد ای معاذ
اولین کلمه که مردم دعوت میکنی این است که نیست خدای مگر قدرت الله جل جلاله است. هر مددی که داری، هر تکیه‌ای که میخواهی، هر چیزی که برای تو لازم است به درگاه پروردگار مراجعت کن. همه دردهای تو دور می شود، همه مشکلات تو کشاده می شود. ترک کن موره چشمی را گفتن حضرت، ترک کن خار و نعله، ترک کن این شرکیات هایی که امروز تو چنگ زده ایستاده، اینا هیچ کدامش به منفعت تو نیست. اینا رسول اکرم به حضرت معاذ گفتند. این آثار همون تا حال در زمان ما و شما وجود دارد. ما و شما 5 وقت نماز جماعت داریم، نماز جمعه میخوانیم، لیکن بچه من چیکار میکند؟ در معرکش عرق میدهد. در معرکش گویم دخترای بی حیا و بی ستر آورده چیکار میکند؟ در نمایش مردم میبرارد. پس این معنای او را دارد که ما کاملا ایمان نداریم، ما کاملا تسلیم در قرآن شدگی نیستیم. از حبیب خدا پرسیدن، میگد بار حبیب خدا در حضور صحابه ها بود و چی گفت؟ این در صحیح مسلم است، در صحیح بخاری هست. الا انبئکم باکبر الکبائر، یک بار. الا انبئکم باکبر الکبائر، 2 بار. حبیب خدا گفته ایصال است. الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار گفتند. ای مردم مسلمان خبرتان دهم که گناه کلانترین کدام است؟ ای مسلمان ها خبرتان دهم گناه کلانترین کدام است؟ 3 بار این جمله را حبیب خدا گفتن. قالوا بله یا رسول الله، گفتم بله ای حبیب خدا خبر بده. چی گفت؟ الاشراک بالله. یکم حبیب خدا گفتن شرک به خدا آوردن، این از همه گناهی وزنین ترین به شمار می رود. حضرت معاذ روان کردن. برادرای عزیز، من این مسئله را کمی روشن میکنم، زیرا که من باور کنین حتی همین ساعتهای حیات خود من غنیمت میشمارم و حتی همین وظیفه را از همه وظیفه اولین درجه میشمارم و حتی باوری هم ندارم که تا جمعه دیگر ما در بین شما هستیم یا نیستیم. به این خاطر هرگاهی که یک مسئله مهم من برای شما به خدا قسم میرسانم، دیگر برای من خرسندی حد و کنار ندارد. انشاءالله من در این اجر کلان میگیرم، من در این پاداش کلان میگیرم. به خاطر پاداش و اجر کلانش این صحبت ها را من در بین شما میکنم که شما بعد شنیدن اصلاح شوید، بعد شنیدن به این عملهای شرکیانه چنگ نزنید. امروز من مهمان دارم، در همین درون شما نشستم. بچه آمدن از دوشنبه، میگد حاجی بابا میگد ما خوب همه کسیته ها را گوش کردگیم، آفرین به شما هم میگیم در اطراف همین شرکیات و خرافاتی که اینقدر شما گفتین. لیکن امروز گفتن حتی در همین حضرت زیارت کردن دا آمدیم، باز نگاه کردیم حتی جوان ها همون دستی در سنگ میمالند، در دیده هاشون میمالند. امروز حتی بچه‌شم همین دیدیم. ما گفتیم ما که الحمدلله مسئولیت از گردن من قریب که ساقط شده است. هیچ معرکه نیست که صحبت ما از این خالی باشد، لیکن وای به حال همون کسانی که در همونجا نشستند و به مردم خبر نمیدهند که ای مردم، ای بچه، این عمل تو داری، این عمل تو نادرست است. وای به حال اونها که برای گویم که یک متاع ناچیز از دنیا چشمها را میپوشن به خاطر 5 سامان یا 10 سامان. این مشکل است. حضرت معاذ گفتند فإن اطاعوا لذلك فإن اطاعوا لذلك، وقتی که مردم یمن دعوت کردی، مردم یمن قبول کردن که خدا یک و یگانه هست، محمد حبیب اوست، برگزیده اوست، پیغمبر است. این حالت چیکار کن؟ وقتی اطاعت کن، فاعلمهم ان الله تبارک و تعالی افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیلة. معاذ گفت دویم وظیفه‌ای که در پیش داری، میری شهر دعوت داره حبیب خدا، وظیفه های میری شهر گوش کنین. میری شهر وظیفه‌اش چی بود؟
یکم این که مردم به خدا ترسی دعوت کن، یکم مردم به یگانگی پروردگار دعوت کن، یکم. دویم وظیفت همین است که مردم خبر بده 5 وقت نماز در وقتش ادا کنند، این فرض پروردگار است. فإنهم اطاعوا لذلك، معاذ گفت وقتی اطاعت کردن 5 وقت نماز خواندن، فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، متفق علیه. سیوم وظیفت همین است، به مردم یمن برسان 5 وقت نماز خواندند، به یگانگی پروردگار ایمان آوردند، محمد را همچو پیغمبر شناختند. وظیفه تو این است. سوم وظیفه این است که به مردم خبر بده که از مالی که دارین پروردگار بالای شما فرض گردانیده است که از او زکات جدا کنید، زکات جدا کنین، حق مسکین و بیچاره و ناتوانی که هست از مردم بگیر، در کمبغل ها تقسیم کن. این حدیث و این منظره که رسول اکرم با معاذ انجام دادن، اینم دلالت بر فرض بودن زکات میکند. اینم دلالت بر این میکند که تو انشاء الله در نزد پروردگارت قدر و شرف میابی زمانی که اگر تو ادا کننده زکات باشی. و الا وقت برادر عزیز و گرامی مال در برت است، مال در خاندانت است، لیکن تو از این مال زکات جدا نمی کنی، تو از این مال حق مسکین و بیچاره ها را جدا نمی کنی، به خدا قسم در نزد پروردگار برای تو عذابهای دردناک منتظر است. خداوند در سوره توبه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. پروردگار میگوید خبر بده به مردم آن کسانی که صاحب $1000 و $1,500 هستند لیکن از این مال زکات جدا نمیکنند، برای آنها از عذاب دردناک پروردگار خبر بده. فبشرهم بعذاب علیم، با آنها از عذابهای دردناک پروردگار خبر بده که این مال او به ضرر او حل می شود، این مال او هیچ وقت به نفع او نیست، این مال برای او ضرر است. حتی در یک حدیث خواندم که حبیب خدا حدیثی طولانی بود که همش حفظ کردم الحمدلله، لیکن بسیار حدیثی دراز، جمله های دراز داشتن که رسول اکرم میگفت ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يعد منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له الصفائح من نار فاحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبینه و ظهره. بین حبیب خدا چی میگوید؟ هر یک آدمی که در دنیا دولت دارد، مال دارد، لیکن از مال و دولتش زکات نداد، از مال و دولتش خیر احسان نکرد، حبیب خدا چی گفتند؟ هر وقتایی که روز قیامت قائم می شود صفحت له صفائح من نار، ملائکه های دوزخ تخت سنگ های آتشین از دوزخ می گرفتند، تخت سنگ، سنگ های کلان کلان مثل تخت برین می گرفتند در دستشون ملائکه های عذاب. چیکار میکردند؟ فاحمی علیه فی نار جهنم، برده در آتش دوزخ گرمش میکردند. همون پاره های تخت سنگی خیلی گویم آتش دوزخ از آتش دنیا 70 برابر گرمی و حرارتش بالاست. وقتی در همو که میتسبانش بعد چی میشید است؟ فاحمی علیه فی نار جهنم فیکوه، یکوه گفته داغ مانده نمیگن، بس داغ مانده میشود با این پاره سنگ ها، جنبه پهلوهاشه، این طرفایی که گرده ها داریم دو طرف گرده، در بالای گرده ها همون سنگ ها گذاشته میشود. بین و جبینه، یک سنگ دیگه شه در پیشانید میگد پیغمبری خدا میمانند، دیگر سنگ شه و زهره پشت میمانند. کلما بردت، حبیب خدا گفت اگر مبادایی که این سنگ ها خنک شدند، از گرمی زیاده که وجود تو میکشد عذاب میکشی،
شما تصور کنین یک زمانی که گویم همین یک انگشت بالا یک همون چراغ نمی شمعی که میسوزیم بالا همین شمع در همین دست گذار قوت امر میداری نداری. تو تصور کن که سنگهای آتشین در پیشانی و در پهلو و در پشت تو میمانند. کلما بردت از معنای خنکیست. حبیب خدا گو وقتی که این سنگها خنک شد عیدت لها، باز اینها را برده چکار میکنند؟ در آتش دوزخ باز میتسبانند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حبیب خدا گفت این تو در حشرگاه 50,000 سال دوام میکند. 50,000 سال در حشرگاه این معامله را برای پولداری که در دنیا زکات دادن با این تخت سنگ ها سوزانده میشوی. این آیت قرآن از سوره معارج آیت 3 تماشا کنین، پاره 29 از قرآن است. خداوند در همین سوره معارج میگوید قیامت حساب حسد شما 50,000 سال دوام میکنه در قیامت. تا کدام زمان؟ حتی یقضى بین العباد فیور سبیله اما الى الجنه اما الى النار. تا زمانی که آدم یا دوزخی می شود یا حکم بهشتی را می گیرد، تا همون زمان مالدار و دولتداری که از مال زکات دادن با این تخت سنگا چکار میکنن؟ عذابشان داده می شود. پیشانی و پهلو و تمام اعضای تو در این سنگهای آتشین می گذارد. یک شخص از جاش خیز بگوید قیل یا رسول الله فالبقر والغنم، من گو گاودار و گوسفنددار و بزدار هستم، از اینا هم زکات میدهم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعد منها حقها. حبیب خدا گو کسی اگر در دنیا گاو دارد، گوسفند دارد، بز دارد، اگر از اینها هم که زکات جدا نکند، فی یوم ان کان فی یوم القیامه بطح لها بقاع قرقر. حبیب خدا گفتند این آدم مالداری که در دنیا گاوی زیاد دارد، خداوند مال ما را زیاد بگرداند. رسول اکرم گفتند ثعلبه گفتند همین حالی داری بسیار حالی خوب است، در همین قناعت کن گفت بسیار خوب است، زیرا حبیب خدا به نور معجزات میدانست که ثعلبه مالدار شود چگونه می شود. وقتی که ثعلبه روز دوم آمد از حبیب خدا باز دعا طلب کرد. حبیب خدا گفت حالت خوب است، قناعت کن، فقر بسیار یک نعمت کلان است، مال زیاد طلب نکن، شاید مال زیاد تو را گمراه گرداند. ای حبیب خدا از تو درخواست دارم که مال زیاد برای من نصیب کند. حبیب خدا دعاش تیری در نشان دست برداشت، دعا کرد خدایا همین ثعلبه را صاحب دولت بگردان. میگد فردا مالی جزیه آمد، یک گوسفند میگد حامله دار به حبیب خدا آورده دادم. حبیب خدا این گوسفند حامله دار را به ثعلبه داد، گفت خدا در همین گوسفند تو برکات نصیب کند. وقتی این گوسفند میگد در خاندان ثعلبه رسید، روز گویم که ماه به ماه و سال به سال صف گوسفند زیاد میشد. دیگر چراگاه های مدینه میگوید گوسفند ثعلبه را نبرد، بیرون شد از مدینه، بیرون رفت. وقتی از مدینه بیرون کی شد، نمازهای 5 وقته را ترک کرد حضرت ثعلبه، با آواره گاو و گوسفند شد. وقتی که کوه و بیابان ها که حتی میگه تنگی میکرد برای مال ثعلبه، نماز جمعه هم ترک شد. چگونه ای که امروز بعضی برادرای ما صاحب دولت و دکان و صاحب بعض گویم جاه و دیگر شدن، از عبادت های پروردگار روی گردانیدن. امروز فکر میکنن همون دولتی که دارن همین برای اونها کفایت میکند و همه بزرگی گویم برای اونها همین مال است. ثعلبه هم از نماز جمعه و 5 وقته ماند. این حالت حبیب خدا در آیت زکات آمد. حبیب خدا نفر روان کرد، رو به ثعلبه گویین که از حق گوسفندها مال جدا کند. وقتی رفتن نماینده های حبیب خدا، ثعلبه گفت این مال من مال میراثی است. گفتند این مال میراث مال است. گفتند از مال میراثی زکات وجود ندارد. گفتند
به نماینده های حبیب خدا این جواب گردان. آمد به حبیب خدا گفت، حبیب خدا گفت وای به حال ثعلبه، وای به حال ثعلبه. گفت وقتی که آیت های وعید نسبت ثعلبه که نازل شد، مردم مدینه دوام به پیش ثعلبه رفتن. ای ثعلبه، نسبت تو آیت های وعید آمده است. وقتی میگوید حبیب خدا که حیات بودن ثعلبه مالی از گوسفنداش که جدا کرد آورد، حبیب خدا دیگر قبول نکردند، قبول نساختند. وقتی ابوبکر صدیق هم که دوره خلافتش بود ثعلبه آورد مال، گفت نه حبیب خدا که قبول نکرده است من قبول نمیسازم. گفت حضرت عمر رضی الله عنه خلافت ده برآمد، ثعلبه باز گوسفندا را پیش کرد آورد. گفت مادامی که حبیب خدا همراهی گوییم که بهترین موجودات و مخلوقات بعد حبیب خدا ابوبکر است و ای که قبول نکرد من هم قبول ندارم. گفت دوره حضرت عثمان شد. وقتی دوره حضرت عثمان دم که آورد گفت این دو ستاره درخشان و آن آفتاب تابان مال تو را که قبول نکرد من هم قبول نمی کنم. در دوره حضرت عثمان حضرت ثعلبه جان به حق تسلیم کردن، لیکن از مال زکات ندادند. تصور کن آدمی که زکات نداد حالی او چی بود؟ من در اول صحبت برای شما گفته گذاشتم. شخصی گفت حبیب خدا اگر گاو داشته باشی و گوسفند، از این اگر جدا نکنی چی؟ رسول اکرم چی گفت؟ این انسان گفتن ملائکه های عذاب با پشت میخوابانند، با پشت میخوابانند. اون مقدار گاو و گوسفند که داشت همه اونها را آماده میکنن، با بالای صاحب شکار میکنن، حرکت میکنن. چگونه شما اگر در تلویزیون نگاه کنین وقتی یک آدم با یک گاوهای کلان سر به سر می شود چقدر حال او وزنین است، چقدر مردم وحشت دارد. تصور کن همون قدر گاو و گوسفندی که در دنیا داشت از اونا که حق جدا نکرد همه اونها و پایمال میکنند در روی زمین محشر، گویم در روز قیامت. لیس فیها اقصاء ولا جلحاء ولا عصباء. حبیب خدا گفت شاخدار باشد، به شاخ باشد، شاخ شکسته هم که باشد، تتعوه بازلافها تنتنوح بین. حبیب خدا میگوید که بقرونها و تتعوه بازلافها، شاخدارش به شاخش میزند، به شاخش به سنب پاش روی او را پایمال میکنند. در کجا؟ در روز قیامت که مدتش 50,000 سال است. این برای همون انسانی است که در دنیا اگر حقی نه از مال و نه حق از زمین عشر جدا میکند، نه از مالش زکات میدهد، این عذابها برای آدمای مالدار است. اینا به خدا قسم والله که سخن قرآن و سخن حبیب خداست، اینا در روز قیامت پشیمان هستند، بسیار پشیمان میشوند، لیکن پشیمانی دیگر سود ندارد. حتی یک پشیمانیش در سوره منافقون گویم که تماشا کنین شما پاره 29 از قرآن. خداوند و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. مرحمت همین تفسیر آیت اگر کتاب‌هایمون کریلیکی داشته باشین تفسیرش را تماشا کنین که مفسرها میگن همین در باب زکات نازل شده است. الله میگه از مالی که برای شما دادم زکات او را جدا کنین. صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت چی میگوید؟ میگوید وقتی که آدمی که در دنیا زکات نداد حالتی گوییم که همون جان دادنش که نزدیک می شده است، بعد در همونجا زاره و تولا می کرد از پروردگارا اگر برای من مهلت دهی، قسم به بزرگیت یک روز برای من مهلت ده، اکم من الصالحین فاصدق و اکم من الصالحین، همه مال من در راه تو صرف میکنم، از مالم زکات میدهم، بنده بهترین تو میشوم. لیکن الله چی میگفته است؟ ولا یؤخر الله نفسا. پروردگار میگفته است نه، میگفت برای تو دیگر یک ساعت مهلت نیست. گفتند خدای تو میدانست که تو با این مال چی معامله میکنی. پروردگار از این
با علم قدیم خودش میدانست که من تو را مالدار کنم، با این مال تو چی کار میکنی؟ الله این دانا بود. و این خاطر برادر عزیز پشیمانی ما در همین دنیا پشیمان شویم، در آخرت پشیمان نشویم که والله که هیچ سود و فایده ای ندارد. حضرت سعدی میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. دیگر این گنجینه هایی که داری میگوید، این گوییم که پولهایی که چی در خانه و چی در بانک و چی در کجای پنهان کرده باشی، اینها را امروز پریشان کن، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشت دست، که فردا پشت دست میگزی، فردا پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. این است برای آن کسانی که زکات میدهند و برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند. این است آن چیزی که الله گفت، این است آن چیزی که حبیب خدا گفتند. من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقوه یوم القیامه یأخذ بلحظمتیه و یقول انا مالک انا کنزک. حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید که وقتی انسان را پروردگار صاحب مال میگرداند و از این مالش زکات که نداد، مثل له شجاعا اقرع، حبیب خدا گفتن روز قیامت پروردگار یک مار افعی که موی سر ندارد، یطوقوه، در گردن این آدم مالدار می سپارد. همین مال سر چیزی که دارد همش الله به مار مبدل میگرداند و این مال در گردنش میگذارد. له زبیبتان، میگوید این مال بارای همون چشمهاش با چشم دارد و دو لب کلان دارد. ببین یأخذ بلحظمتیه، همین مار از لبهای میگوید همین آدم مالدار میقپیده است و نیش میزده است. چی میگفت است؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، من هستم همون پولهای تو، من هستم همون طلا و تنگه تو که در دنیا جمع کردی و تو به کسی رحم نکردی، به کسی انصاف نکردی، در راه الله که صرف نکردی. انا همون مال تو من هستم. امروز بچش آن عذاب را که پروردگار برای تو آماده کرد. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم همه اینا سند دارد، همه اینا حق هستند. هیچ کدام این یگان افسانه و یگان سخن بیهوده نیست که من برای شما حکایت کرده باشم. آن چیزی که گفتم حقیقت دارند، آن چیزی که گفتم از قرآن بود، از احادیث های صحیح حبیب خدا بود که برای سمع شما رسانیدم. گفتی همون آخر در محمد ثنای ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم یک نکتهش بس است. حالا که من 6 جمعه شد در اطراف زکات صحبت دارم.